ملاقاتی که سودی ولایتی سوخت اسکندرزاده شهریار با اسکران و افسران قسم حربی 03377 گارنیزون سوخت دایر نمود، طبق نقشه تحریزی نمودی مقامات سودی ولایتی جهت اجرایشی دستور سپارش و هدایت‌های سرور دولت و نقطه‌های پیام پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان روی کار آمده، عاید به رعایت قانون‌های ملی چون قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان، تحکیم پایه‌های دولتداری ملی، بالا بردن اعتماد به نظام دولت و دولتداری، ولایت قانون، عاقبت‌های قانون شکنی، شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطی، نشامندی و امثال آن صحبت کرده، از سربازان امروزه آینده سازان دولت و ملت دعوت به عمل آورد که به قدر صلح و ثبات و آرامی و آبادی کشور رسیده، امروز در حمایت مرز و بوم وطن صادقانه خدمت و من بعد در رشد و نمو کشور و آینده درخشان خود قدم‌های استوار گذارند. من به جوانان توصیه می‌دهم که آمده خدمت را با سر بلند ادا نموده به نزد پدر مادر برگردند. امروز از سوی ولایتی نماینده به نزد ما آمده درباره با قانونشکنی راه دادن جوانان مخصوصا سربازانی که در حالت به بیرون برآمدن مثلا با قانونشکنی راه ندادند چاره‌بینی گذراندند و به ما کارهای فرماندهی گذراندند. ما از قانون‌هایی که درباره سربازان و جوانان هستند آگاه هستیم و کوشش می‌نماییم که بعد از ادا نمودن خدمت همچنین یک سرباز با شرف و شهروند قرض شهروندی خود را در نزد وطن و ملت ادا نماییم و از صافدلانه و صادقانه وطن را مدافع نماییم. چرا که اساسدار صلح و عدالت میگوید جوانان و سربازان نیروهای آینده‌ساز ملت و دولت هستند. ما هم کوشش می‌نماییم که به این سخن‌های پرزیدنت صادق باشیم و وطن خود را مدافع نماییم. به خلق و وطن خدمت صافدلانه نماییم. طوری که در ملاقات ذکر گردید، جوانان همچون آینده سازان دولت و ملت و دوام دهندگان کار و پیکار پدران و بابایان شرفمند خود تحت غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصتا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارند و برایشان در رسیدن به همه آرزو و نقشه های نیکشان تمام شرایط و امکانیت ها فراهم آورده شده است. تاکید گردید که با استفاده از چنین شرایط و امکانیت های فراهم، جوانان باید که راه راست و روشن حیاتی را انتخاب نموده آینده خود را با آینده درخشان دولت و ملت علاقمند سازند.